کردن همراهش شخصایی که اسلام را قبول کردند. اگر میدید که کسی یک ابروی داره، اعتباری داره، با قول امروزه افطاریتت ای سخنش در یک گروه تاثیر داره، عقل ذکاوت داره، حتما با او بیعت میکرد که هر مسلمانی را دیدی که احتیاج به نصیحت داشته باشه نصیحت از او دریغ ندار. یکی از همون شخصیت ها یک واقعه، این واقعه در اسلام به حد بسیار در تاریخ همون صحبت ما گنجایش این صحبت ها را نداره. آخی همین مجلسی ما شخصی بود با نام جریر ابن عبدالله، سردار قبیله بنی بجیله، یکی از سرشمارترین قبایل یمن. این حضرت به مدینه منوره آمد، یک مرد زیبا صورتی، صاحب جمالی، ثروتمند، سردار قبیله، چی بگیم که پادشاهی همون قبیله. حتی باور کنه در بعضی حالتها از پادشاه‌ها بالاتر بودن برای اون قبیله. مثلا پادشاه را امرش اطاعت میکنن اما جانفدایی نمیکنن برای پادشاه، تو مجبورشون نکنن. اما سردارای قبیله را، اهل قبیله جانشون فدا میکردن و جان همون سردار قبیله را میخریدن. در وقت جنگ ها سردار قبیله اگر اسیر میغلطید گویا ناموس همون قبیله از دستش رفته است. اینا بیش خیلی که چست میگه بیرقش ای دست بتر گویا که ناموس همون چست ای دستش رفته است، راست فرمی رواتش میکنن. انا همون قبیله ها همین خیلی بود سردار قبیله بروش آنم بیرق بود، گویا پرچم شو بود، یعنی که سخنش نفوذ داشت در همون بنی بجیله. حضرت وقتی که همین شخصایی که اعتبار دارن در بین قوم شو اونو می اومدن احترام شو میکرد، حتی تاکید کرده بود مسلمانو را اذا جاءکم سید القوم فاکرموا، وقتی یک سید قوم نزد اومد احترامش کنید. همین جریر ابن عبدالله وقتی اومد حضرت قبولش کرد، مقصد که مصافحه کرد، همراهش نشست و همراهش بیعت کرد. خود جریر ابن عبدالله میگه بایعت رسول الله صلی الله علیه و سلم علی اقام الصلاة و ایتاء الزکاه و نصح لکل مسلم. همراه حضرت صلی الله علیه و سلم به سه کار بیعت کرد، میگه با برپا داشتن نماز، پرداختن زکات، انشالله در همین آیت این هر دشم میآیند این اینستانسی ها، و نصیحت کردن هر مسلمانی که احتیاج به نصیحت دارد. ها در سیمای همین شخص بزرگی را دید، عقل و فراست را دید، حضرت در حال بیعت کرد همراهش. و واقعا جریر ابن عبدالله در زمان حضرت ابوبکر صدیق، در زمان حضرت عمر یکی از مشاورای دولتی بود، مشورت میپرسیدن از این. در زمانهای حضرت علی وقتی همون فتنه ها شدن، فتنه بین مردم عراق و شام، هم یکی از همون شخصایی که میانجیگری میکرد میخواست که بین مسلمان ها صلح شود همین جریر ابن عبدالله بجلی بود. کارنماییش خیلی زیاده، هم یک تاکش که بسیار خاطرمانه در ذهن آدم میشینه، فروبش نمیگیری. هموشه بگم تو انشالله که آدم عاقل زیرک، مردم به نصیحتش احتیاج دارن، وقتایی میشوه که امکان داره که یک مسلمان از شرمساری و خجالت نجات بده، جان یک کس بخره. در زمان خلافت حضرت عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه بار حضرت همراه صحابه در مسجد نشسته بود، منتظر نماز فرض شدگی‌اند. نخواست کسی میگوزه، همه گوزی پست به آواز، این ناشگری گوزی پست که اگر همه آواز نداشته باشه بوش به حد بزید میشه واقعی. وقت اون مسجد کلانی بد نبود، همه یه لحظه در بو پنشی در همه اطراف دیگه همین آواز هر اومد بچه کسی سر داد، کسی گوزی بیچاره همه آدم گوزیده که خجالت کشیده است ایجوش نمیچون با قرار رای. یه لحظه شیشتم همه قرار به حضرت عمر گفت که خدا جان تماس کنه که گوزیده نه گوزیدی نمیره تورات کنی بیای مردم نماز شورا بخورن و میستن تره نگاه کردن. بیچاره دیگه ترس دهشت فراش گرفته است، تکون نمیخوره، همه قرار شدگیرن. هم باید یک از تورات شکست است کوخی باید تورات کنم. همین حضرت جریر ابن عبدالله بجلی هم همونجا نشسته بوده است. گفت یا امیرالمؤمنین، من از پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت الوضوء علی وضوء نور علی نور فی یوم القیامه. الوضوء علی وضوء نور علی نور فی یوم القیامه.
همین شخصی که طهارت داره به خاطر الله با طهارت تازه کنه این نور علی نور میشود، نور بالای نور میشود در تاریکی و ظلمات روز قیامت. چی میشود که همه کسب خیزیم یک طهارت جانانه کنیم بیاییم نماز بخونیم. حضرت عمر گفت خشا به حال دیار جریر گفت واقعا همون وعده ای را که به حضرت صلی الله علیه و سلم دادی جوان مردانه ادا میکنی. خشا به حالت. حقیقتا مسلمان ها احتیاج به نصیحتی تو دارن. یه را ببینه که هم یک مؤمن از همون خجالت شرمندگی نجات داد. او بیچاره مسلمان به طهارت چخیل بخیزه نماز بخونه. تصور کنه کسی به طهارت نماز اگر درست بدونه از دایره اسلام خارج میشه. واقعی یعنی امری به معروف و نهی از منکر همراه دائمی هر یک مسلمان باید باشه. در خانه شرط نیست که تو از مختصر الوقایه و از هدایه شریف گفتنی و از صحیح بخوری اوغم برای بچه های خطا گپ میابی بگوی کو با همون زبان گپ زن که بفهمند. نگه حتما باید نصیحت کنی. ای بچه چی درد مو رسیده است؟ اوغم کلونای ما دسری طبق بشتی و سر میکرد. او بچه بسم الله بگو، ای پشکت بخوا، بسه چلیکت بخوا. این گپا دیگه خلاص شده است از برای خدا. ای هر جا نورکنی نکن. پیش ای تمام دوستا کتا بشو، بعدی تمام دوستا بشو. کجا شده نمی گپا؟ اوغا اگر پدر فرزند جمع خیلی نصیحت نکنه او فرزندی بیچاره ای کجا میوش؟ تلویزیون تماشا میکنه در کینو این اروپایی کورچه را به دستی راستشو میکپن ویلکه را به دستی چپا خطی میخرن. همون کودک بیچاره همون را میبینم میگه که این نورما بده، این همین نشانه مدنیت به دست نمی. چی میدونه که به دستی وقتی دستی راست داری به دستی چپ میخری عملی شیطان انجام میدی. و خمی را باید پدرها فرزندو را برسونن کو. امری به معروف و نهی از منکر اساسش همیه برادرای عزیز. فرزنداتون را نصیحت کنید. همین جامعه که اصلاح میشود وقتی خاندان ها اویله ها اصلاح شوند. انشالله اویله ها که اصلاح شدن ادب و اخلاق که در اویله شد محیط هم همتری با ادب میشوند، جامعه هم دیگرگون میشود. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یقیمون الصلاة. دیگر از نشانه های مؤمن واقعی ادا کردن فریضه الهی، ادا کردن نماز. خدا را شکر میگم که الحمدلله در این محفل همه نمازخانه جمعند. اما هر کدام تو دان خدا فکر کنید قریب اویله نیست در تاجیکستان که یک تدتر به نماز نداشته باشد یا کاهل نماز و تاریک نماز نداشته باشد. هستن بچه‌ای که یک نماز هم میخونن با دو تاییدگش ترک میکنن. خانواده عادت شمیه مسافت همین جان شفیدای فرزند میکنه ای خدمت میکنه فرزندش برزگو وری خوای دلش نمیشه سر بخیز واسه که بچه بخیر بومدو چی بومدو تمام کن. با خدا قسم پگه در پیش خدا جواب میدیم. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتی. بچه شرینه اما بچه هم بنده الله هست و او بچه را خدای تعالی تر داده است، تر مسئولت کرده است پروردگار ذوالجلال و الاکرام که فرزند تربیه که اصلاحش که فرزند مؤمن و مسلمان به کمال برسه. نماز فرض خدا هست. نماز امر الله هست. در قرآن از همه بیشتر ذکر نماز شده است. ابن عایشه مادرمون از حضرت صلی الله علیه و سلم سوال کرد یا رسول الله چی سبب است که اینقدر اقیم الصلاه در قرآن زیاد اومده است؟ سوره این است قریبا می اقیم الصلاه نداشته باشه. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت من احب شیئا اکثر ذکره. کسی چیزی را دوست بداره ذکر او را زیاد میکنه. الله ذوالجلال و الاکرام نماز دوست میداره. وقتی ما نماز میخونیم ما با خداوند مناجات میکنیم. همین الله اکبر گفتی پروردگار متوجه تو میشود. در پیش ملائکه ها افتخار میکنه. این بنده مرا ببینه الحمدلله رب العالمین میگه حمد ثنای مرا به جا آورده است. الرحمن الرحیم به صفت رحمانی و رحیمی این بنده یادم کرده است. البته رحمتی من بالاش نثار میشود. مالک یوم الدین این بنده مرا تمجید کرده است که صاحب روز جزا من هستم. الله ایاک نعبد و ایاک نستعین. خواست را عبادت میکنیم پروردگار بزرگ
و فقط از تو کمک میخواهیم. این بنده میگه غیری درگاه ما جای نداره. هذا بینی و بین عبدی، انمی بین ما و بین بنده مای، انمی ثوابش برابر تقسیم میکنم. حضرت صلی الله علیه و سلم میگفت لو علم المصلی من یناجی ما التفت بشیء. اگر نمازگزار میدونست که با کی مناجات میکنه، با کی روز و نیاز میکنه، کی گوشش کرده است، های دیگه همین دنیا را 5 تینه میخرید، توجه به همین دنیا نمیکرد، به شور و شر دنیا توجه نمیکرد. از برای خدا این نماز قوت دیل، نماز سکینه قلب ای. اگر عادتا ما در تجربه زیادترک میبینیم، برای که همین شخصایی که محتضرند در حالت مرگن، همون ملو را بالای سرشو دعوت میکنن. بسیار میبینیم آدم نماز خون، شخصی که نمازش ترک نمیکنه، محبت به نماز داره، باور کنیم همون جان کندنش هم آسان ترک ای، همون مردنش هم آرامتر ای، برای میدونه که توشه داره، میدونه که فرد روز قیامت اول چیزی میپرسنش همین نماز ای. نماز کفارت گناهش ای، نماز نور ای در همون تاریکی و ظلمت، نماز حجت دلیل شی برای نجات یافتن از آتش جهنم، نماز پروپوسک جنت شی. نماز ترک نمیکنم، نماز میخونم. و یقیمون الصلاة، مؤمنای حقیقی کسایی هستند که نماز برپا میدارن. یک ژاپنی توسط اینترنت اسلام قبول کرده، دعوتش کردن، همین دیده است، مقایسه کرده است با همون دین بودایی، حق این اسلام اخی الله اکبر، این فضیلت مرتبه اسلام بزرگترین دین حق اخی میشود که هر دینی ساخته و گفته را به اسلام قیاس کنید. برای آدمی که خدای تعالی هدایتش کنه ببینه، به هم مجرد دیدن انشالله عاشق شیدا میشه به این شریعت غرای محمدی. همون ژاپنی عالم فیزیک بوده است، شهرت جهانی داشته است، حتی اسلام قبول میکنه. یک وقت در همین اروپا یک کنفرانسی فیزیکا میشه و او را دعوت میکنن. اومده است در مهمانخانه، همون وقتی نام نمیتن شاید که او را برانی رو میکنن که جوهاش نپیشکی، در پهلوش یک ترک میگلته و میپرسه این رای کجایی؟ اگر ما انگلیسی میپرسه میگه ترکیه. مسلم هید یا زیارت میکنه، مسلمانی زنده را نو دیده است آخی بیچاره. برادر اسلامی بعد میفهمه، میپرسه نمرش در کجا آید، همین پیشینده میوید درش میکنه، ترک میبرویم میگه برادر ما در همین کوچه مسجد دیدم، بیا بریم نمازی پیشینه بخونیم. ترک میگه من نماز نمیخونم، و الحمدلله مسلمانم لیکن نماز نمیخونم. یه حیران میخیزه میرم مسجد نماز نمیخونم. میویا اکه او مهمانخانه‌هایی که 4 زویاز داشتی و 5 زویاز داشتین، او با شرایطهای خوب دارن و رستوران دارن و شویتسکی استال دارن. میویا در رستوران میدرویا که همون مسلمان در یک گوشه کشتگی ای، خیلی برادری مسلمان شدید است، خروکوش میگیره پیش میرم میشینه که ترک وینو زده است. ای اوی میگه حرام ای کو، او میگه حرام ای، تو نگفتی که مسلمانم؟ او الحمدلله مسلمانم، لیکن همین کم کم میخورم. من میگه گوش که یا من اسلام گفته یگان دین دیگر را قبول کردگیم، یا تو مسلمان نیستی. همه یوخی اصلش خداوند گفته است و یقیمون الصلاة، مسلمانای حقیقی نماز میخونن، نماز دارن. و یؤتون الزکاه، زکات مالاشون هم میپردازن، حیله و نیرنگ نمیکنن. زکات حقی انمو یتیما و کمبغلا و فقرای خداوند نعمت برا داد است، از همون میگه یه حصه که اندککشه 2.5% برای علم فقرا و یتیما و کمبغلا صرف کرد. کسی که در مال پروردگار بخیلی میکنه وای به حالش. تصور کنه که یک آدم از زوسکلت مونده رئیس، بعد امرش میکنه که فلان آدم فلان چیز بته، اگر نه تا قورش میکنه، هیچیش هم کنه که ای کار پیشش میکنه. انمی شخصی که خدای تعالی مال و ثروتش داده است، فرمان خدا را نمیبره، در مال پروردگار بخیلی میکنه، وای وای به حالش. اولا برکت همون مال و ثروتش در همین دنیا نمیبینه،
در همین دنیا عذاب و قتی زندگی میکنه. ثانیا فردا روز قیامت به امر پروردگار همون خزینه و دفینه جمع کردگیش یک اژدهار میشود، آزارش میده، عذابش میده. این سخنی من نیست، سخنی یگان ملا نیست، این سخنی خدا و پیغمبر است. حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت میکنند، در صحیح بخاری اومده است، از حضرت ابو هریره راوی اومد که بار پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود: من آتاه الله مالا فلم یؤدی زکاته مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع. کسی که خدای تعالی مال و ثروتش داده است در دادن زکات لوندی میکنه، فردا روز قیامت میگه خدای تعالی همون مال و ثروتش شجاع اژدهار میشه و ماری عادی نیست. یک اژدهار اقرع یعنی که باب یالدار. همون دورای پیش مسافدون نقل میکردن که مار وقتی پیر شوه اژدهار میشه و یال میبره. له زبیبتان، دو خال داره با میگه. همین مار خودش یک چیزی خنک، یک چیزی نمیشه یعنی منفور، با خال داشته باشه بسیار دهشتناک میشه. یا تفقه یوم القیامه، انا میگه درگیرش حلقه میزنه میگه. ثم یاخذ بالهزیمتای یعنی شدقی و میگه ای فوکش میقپه. ثم یقول انا مالک انا کنزک. بعد میگه همون اژدهار میگه که من همون مالی تو هستم، اون همون مالی که جمعش آوردی، من همون خزینه و دفینه هستم که جمع کردی و جمع کردی و جمع کردی. مردم خورده استیانش روی تو سیاه، تو در عذاب عقوبت گرفتاری. ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله میراث السماوات والارض. الآیه. حضرت بعدا میگه آیه قرآن تلاوت کرد، یعنی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از کجا گرفته است این سخن؟ آیه قرآن که حضرت خداوندی میگه که گمان نبرن او کسایی که بخیلی میکنن در نعمت پروردگار، زکات مالشون نمیتن که برد کردیم، فایده بردیم. نه، روشان سیاشه. این برای اونو رو یک شرعی، یک بدیه، یک کلفته. سیطوقون ما بخیلوا به یوم القیامه. انا اون چیزی که کنسکی و مردگی کردن زکات مال ندادن، سیطوقون انا تا درگیر چو حلقه میزنه مثل یه اژدهار. این بلا حتما میآید برادرای عزیز. اگه مردی را میگن که وقتی سالم و تندرست ای خیر میکنه، جانت که تنگی کرده کرونا ویروس در گرفتار شدی دیگه او فایده نداره، او به دردت نمیخوره. وقتی سالم و تندرست صحت بدن ده مرد شو خیر احسان کن. شیخ عطار قصه میکنه، خدا ما رحمت و مغفرتش کنه. حریص در میان رنج تیمور بس جان کنده در کوشید بسیار. بر روز شب زیادت بود کارش که تا دینار شد 300,000. یک شخصی حریصی سختی مرده، همین برای دنیا شده ته زده تار زده ریسکوات کرده جان سیاه کند. اخیر الامر میگه 300,000 دینار ثروت جمع کرد. دینارش تنگه تیلویی خیلی پول میشه. 300,000 شاید چند میلیارد شود. فزون از 100,000 بود املاک، فزون از 100,000 نقد در خاک، فزون از 100,000 دیگرش بود که آن بر مردمان کشورش بود. در 100,000 ندویج بس خرید است، خانه و زمین. 100,000 دیگر نلیچکه در تای زمین گور کرده است. یه جا او زمانهای پیش سیف نبود. اگه این تیلو با گور کردن ویران نشه واقعی عادتا در تای زمین گور میکردن. 100,000 دیگر هم مزاربه داده است در مردم کار میکنن. این فایده گرفته است، چکیده است. شمال خیش از حد بیش میدید، سرای خیش و ملک خیش میدید. بدیل گفتا که بنشین و همه سال بخور خوش تا از این پس چند شود حال. آخه این مال و ثروت هدید، این خانه و در هدید، این نفسی پلید گفت اگه بس ای اگه زکات برآورده دادم بگی ای 7 پشت دی زیوتی میکنه. برای اگه در مسجد سرت در سجده الهی من نماز بخون، تسبیح بگی، کم کم ذکر که چی قای قفای دنیا میدوی،
چه در دل کرد این اندیشه ناگاه، در آمد زود از رویل جانخواه. نه نقشه کشیده سودا میکنم میکنم که آخه او اجل مقدر مصلحت میکنه قطعی. میگه ملک الموت آمد، چه از رویل رو نزدیک دید و جهان بر چشم خود تاریک دید و وقتی که بانگ اشتراب خیست تلخط میکفه، دنیای روشن یا در چشمت سیاه میشود. مگر میداد هم 300,000 که تو مهلت دهد یک روز باره. همین روزی بد که اون 300,000 جمع کردگیش همش بته یک روز رخصتش بته که صدقاً عبادت کنه. بزاری گفت بسیار و شنید و نبودش مهل مقصود ندید. هر چند نوله و گریه کرد آخر پیش کی نوله و گریه میکنی؟ با آخر گفت میخواهم امانه که تا یک حرف بنویسم زمانه. گفت یعنی عمرم یک لحظه اقلا مونده است که همین فرزندام و قومم یا نصیحت کنم. اک او اجل در دست ملک الموت نیست آخی بقدر جانبی پروردگار برای نصیحت اینمی ما و شما و دیگرها حیاتش هم باقی موندگی بدست. زمانش داد چندانه که یک حرف نوشت از خون چشم خود به شنگرف. که هان ای خلق عمر و روزگاره که می دادم بها 300,000. ای مردم هشتونه در سر تو بگیره. گفت ناشکری این دنیا شوه آخی سالم تندرستی این دنیا شرینه ها جانت که در غرغره اومد دیگه این دنیا هیچی نبوده است. در ایتالیا دیده که تلویزیون نشون دادم بچه پولو را برآورده ای بالکونه خونه چاشیدنه که ناشکری پول شوه به درد نمیخورد است. آی با این پول سلامتی را یافته نمیشید است، تبابت کرده نمیشید است. خطا که هان خلق عمر و روزگاره که می دادم بها 300,000 که تا یک ساعت تانم خریدن نبودم هیچ مقصود از چخیدن. چنین عمر شما گر می توانید نکو دارید قدری آن بدانید. آخه این عمر تا جایی میتونی نیکو بدار قدرش دبر است. حضرت صلی الله علیه و سلم ببینه آخران سخنی که به زبان آورده است در این دنیا الی رفیق الاعلا بود. مقصد دیگه غمم نتین من سفر دارم پیش رفیق اعلا میرم میستم قطعی شما پت کرده در اینجا. چنین عمر شما گر می توانید نکو دارید قدری آن بدانید. کسی گر در چنین عمر زیان کرد در آن عالم تدارک چون توان کرد. حدیث امام بخاری است. حضرت ابو سعید خدری روایت میکنه که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود اذا وضعت الجنازه فاحتملها الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدمونی قدمونی. مرده را وقتی که در بالای تابوت ماندنش پایه های تابوت مردکا گرفتن در سر کتفاشو برداشتن. اگر آدم صالح باشه آدم خدا ترس باشه توشه سفر داشته باشه میگه خطاب میکنه نه ارم میزنه زود برینم تاخیر نکنه زود برین به مکانم برسونیدم. و این کانت غیر صالحت قالت لاهلها یا ویلها این یفهمون بها. اما اگر فاسق فاجر شخصای باشه که با مسافدیش هم مونده است که خیلی که پیر شدم بعد میرم نماز میخوانم و خیلی که چشمم سیر شد بعد زکاتی بول و میتم آخه ایمال دنیا چشم آدم سیر نمیشوه. نه عرم میزده است نه برینم کجا میبرینم وای بر من نبرینم. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که یسمع صوتها کل شیء الا الانسان ولو سمع الانسان لصعق. تمام جوندارو میگه میشنیدین آوازش میفهمیدین مگر همین انسان قدرت شنیدن نداره. اگر این آدما میشنیدن تلخ کف میشیدن میمردن. سبحان الله.